افسانه نوبتی نام دارد گنجشکک. بود نبود یک پیرزن بود. پیرزنی بیکس و بینوا بود. وی از پگاه تا بگاه چرخ ریشته کلابه کرده می فروخت و با همین راه زندگی می کرد. زندگیش بد نبود. یک روز پختهش تمام شد. پیرزن پولی نداشت که پخته بخرد. شیشت و به حال خود زار زار گریه کرد. آبی دیدهش سیل و دریا شد. آسیاب ها گردان شدند. آدمان حیران شدند. ناخواست در پیش حولیش یک پختزاری سبز سفید شکفتگی پیدا شد. همین وقت یک غلبه آمده به سر دیوار حولی پیرزن شیشته گفت: شق 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 بیبی، مرا به پختزارت پاسبان نمیگیری؟ به حق پاسبانیت چی میگیری؟ پرسید پیرزن. شق 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 گفت غلبه. نصف حاصل پختزارت را دهی بس است. بیرو گفت پیرزن، در کار نیستی. غلبه رفت و یک زاغ آمده گفت: قار 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 بیبی، مرا به پختزارت پاسبان نمیگیری؟ به حق پاسبانیت چی میگیری؟ پرسید پیرزن. قار 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 گفت زاغ. نصف حاصل پختزارت را بدهی بس است. بیرو گفت پیرزن، در کار نیستی. زاغ پریده رفت و یک گنجشکک پریده آمد. گنجشکک چوق چوق گفته اینجا شیشت، چوق چوق گفته آنجا شیشت. پیرزن پرسید: چی چوق چوق میکنی؟ چی میخواهی؟ بیبی، مرا به پختزارت پاسبان نمیگیری؟ به حق پاسبانیت چی میگیری؟ پرسید پیرزن. چوق چوق گفت گنجشکک، به من کمکک پخته ده، کرته کرده بپوشم. پیرزن کمکک پخته داد. گنجشکک پخته را با نولکش گرفت و پیش رسنده برده گفت: پخته را گیر و ریس ریس کرده ده. ریس ریس نکنی خانه‌ات را ویران میکنم. بچه‌ات را گریان میکنم. روی حولیت را آغیل و کهدان میکنم. رسنده چرخش را به پیشش ماند. پخته را گرفته ریسید و یک کلابچه ریسمان کرده به وی داد. گنجشکک ریسمان را گرفته پیش بافنده برد و گفت: این را گیر و باف باف کرده ده. باف باف نکنی خانه‌ات را ویران میکنم. بچه‌ات را گریان میکنم. روی حولیت را آغیل و کهدان میکنم. بافنده ریسمان را گرفته یک پارچه کرباس بافته داد. گنجشکک کرباس را گرفته پیش دوزنده برد و گفت: بور بور کرده ده. بور بور نکنی خانه‌ات را ویران میکنم. بچه‌ات را گریان میکنم. روی حولیت را آغیل و کهدان میکنم. دوزنده یک کرته زیبا دوخته به وی داد. گنجشکک کرته را پوشیده و پیش پیرزن آمد و گفت: چوق چوق، انا اکنون پختزارت را پاسبانی میکنم. میلش ایست، پاسبانی کن، گفت پیرزن. گنجشکک روزی دراز چوق چوق میگفت اینجا می نشست، چوق چوق میگفت آنجا می نشست. پختزار را پاسبانی میکرد. یک روز گذاری پادشاه به اینجا افتاد. پادشاه دید که پختزار سبز سفید شکفته است. وی اسبش را نگاه داشته و نوکرانش گفت: اینجا زمین من است. این پختزار از کجا پیدا شد؟ درآیید، همه اش را چیده گیرید، یک تا هم نماند. گنجشکک دید که نوکران
به پختزار در آمده چیده ایستادند. چوک چوک بیچاره کمپیر، پختزارت شد جزیر. گفته پیرزن را جیغ زد. پادشاه فرمان داد که گنجشکک را دستگیر کنند. نوکران پختچینی را ماندند و گنجشکک را دستگیر کردند. او را پر کنید، امر کرد پادشاه. نوکرانش گنجشکک را پر کندند. پردار بودم، پرکنده شدم، گفت گنجشکک. بریان کنید، باز امر داد پادشاه. نوکران گنجشکک را بریان کردند. خام بودم، پخته شدم، گفت گنجشکک. بیارید بخورم، گفت پادشاه. نوکرانش گنجشکک را آوردند. پادشاه او را خورد. بیرون بودم، درون شدم، گفت گنجشکک. از درون پادشاه و سرودش را تکرار خواند. چوک چوک بیچاره کمپیر، پختزارت شد جزیر. پادشاه طاقت کرده نتوانسته و نوکرانش امر کرد. من گنجشکک را قی میکنم، او را با شمشیر زنید پاره پاره شود. پادشاه گنجشکک را قی کرد. سری گنجشکک نمایان شده بود که نوکرانش سراسیمه‌وار شمشیر زدند. شمشیر به گنجشکک نرسیده بینی پادشاه را برید. در حال نمدپاره ای را سوختند، به جراحت پادشاه پخش کردند. گنجشکک پریده رفت و در همه جا چوک چوک بیچاره کمپیر، پختزارت شد جزیر. پادشاهی جینی را بین، بریده بینی را بین، گفته میگشت. پادشاه شرمنده شده گریخته رفت و دیگر هیچگاه به مملکتش نآمد. آدمان میگفتند که پادشاه پخته های پیرزن را گرفتنی شده است و لیکن به یک گنجشکک زورش نرسیده است.